نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. خب هفته اول درس یادگیری ماشین رو دنبال میکنیم. عنوان این هفتمون آمار مقدماتی است. در واقع ما در این بخش میخوایم یک مقدمه‌ای بر آمار و احتمال خدمتتون عرض کنیم. ممکنه این آماری که من خدمتتون عرض میکنم خیلی برای بعضیا ساده و پیش پا افتاده باشه، ولی چون آمار یک بک‌گراند بسیار مهمی از علم ماشین لرنینگ هست، به نظر من باید گفته بشه و به دوستان توصیه میکنم که این بخش رو حتما دنبال بکنن. خب سرفصلمون چی خواهد بود؟ آمار و احتمال رو میگم، بعد احتمال توأم و غیر شرطی رو خواهم گفت، احتمال شرطی رو خواهم گفت، قاعده باعث رو خواهم گفت، متغیر تصادفی و چند تابع توزیع احتمال مهم رو با مثالاش بررسی خواهیم کرد. در انتها هم یادگیری ماشین، روش‌های مختلف یادگیری ماشین رو خدمتتون عرض خواهم کرد، یک مقدمه ای ازشون. خب آمار چی هست؟ ما دو نوع آمار داریم، آمار توصیفی یا دیسکریپتیو استاتیستیک یا آمار استنتاجی یا اینفرنشال استاتیستیک. اما آمار چی هست؟ ما در جامعه همیشه یک جمعیت داریم که تشکیل میشه از نمونه ها. فرض کنید ما میخوایم جمعیتی که بررسی کنیم مجموع دانش آموزان شهرمون باشه. این جمعیت ممکنه بالغ بر 500,000 نفر باشه. خب ما برای اینکه بخوایم این جمعیت رو تجزیه و تحلیل کنیم مطمئنا نمیتونیم پرسشنامه بین 500,000 دانش آموز توزیع کنیم و از اونها یه سری اطلاعات رو برداشت کنیم و بر اساس اون اطلاعات تجزیه و تحلیل کنیم در واقع اون جمعیت رو. برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم و این کار امکان پذیر باشه، یک سمپل به صورت تصادفی انتخاب میکنیم. یعنی یک سری از نمونه ها رو به صورت تصادفی انتخاب میکنیم و در درون یک سمپل قرارشون میدیم. این کار رو میگیم سمپلینگ کردن یا نمونه برداری کردن. مثلا از 500,000 دانش آموز ما 5,000 نفر رو انتخاب میکنیم. حالا امکان پذیر هست که بین 5,000 نفر ما پرسشنامه توزیع کنیم و مثلا یا باشون مصاحبه کنیم و یه سری از اطلاعات رو از اونا در بیاریم. اما وقتی ما یک سمپل رو در واقع استخراج کردیم، برای اینکه اون سمپل رو بتونیم در واقع توصیف کنیم از آمار توصیفی استفاده میکنیم. مثلا مقدار میانگین اون سمپل رو به دست میاریم، اینو بهش میگن آمار توصیفی. آمار توصیفی در واقع سمپل رو میاد بررسی میکنه. اما آمار استنتاجی چیه؟ خب هدفمون از این سمپلینگ چی بود؟ هدفمون تجزیه و تحلیل جمعیتمون بود. اما ما اومدیم یه سمپل رو برداشتیم، این سمپل رو تجزیه تحلیل میکنیم و بعد بر اساس این سمپل نتیجه میگیریم و نتیجهمون رو تعمیم میدیم به این جامعهمون. اینو توسط آمار استنتاجی این کارو میکنیم. در واقع آمار استنتاجی توصیف جمعیت با استنتاج از نمونه میباشد. مثلا فرض کنید اگر میانگین سمپل 3 هست، حالا ما میخوایم ببینیم تخمین بزنیم که میانگین جمعیتمون چی هست. خب جمعیت رو معمولا با حروف یونانی پارامتراشو مشخص میکنم، مثلا میو و سیگما. میو برای میانگین جمعیت، سیگما برای مثلا استاندارد دیوییشن جمعیت. اما سمپل رو با حروف لاتین مشخص میکنیم. ضمناً من یک نکته رو هم خدمت دوستان عرض کنم که یه سری تعاریف ما اینجا داریم، مثلا آمار استنتاجی، آمار توصیفی. این تعاریفی که من دارم استفاده میکنم فقط یک تعریف مفهومی است. اگر تعریف دقیقش رو میخواین مراجعه کنید به مراجعی که در مثلا در زمینه آمار هست، چون تمام تعاریف این درس من طوری ارائه میدم که فقط مفهومش رو شما متوجه بشید. خب انواع متغیرها، ما تو بحث آمارمون متغیرها رو به دو دسته مطلق و کمی تقسیم میکنیم. مطلق رو میگن کاتگوریکال، کمی رو میگن کوانتیتیتیو. اما مطلق یا کاتگوریکال از چه متغیرهایی در واقع تشکیل شده؟ یک نوع متغیر هست اسمی یا نامینال. براتون یه مثال بزنم. فرض کنید مثلا تیم بارسلون رو در لالیگا شما در نظر بگیرید. میخوایم ببینیم که این تیم بازیکناش از چه کشورهایی اومدن. مثلا
5 تا بازیکن در نظر میگیریم، 3 تاشون مثلا آرژانتینی هن، یکیشون هلندیه، یکیشون هم برزیلیه. این متغیرها مثلا نام کشور بازیکن‌ها رو اینا رو میگیم اسمی یا نامینال. این نوع متغیرها رو در این نوع متغیرها جا میدیم. خب اما نوع دوم متغیر رتبه‌ای یا اوردینال هست. رتبه‌ای همونطور که از اسمش برمیاد یعنی به صورت رتبه هست، یعنی بالا و پایین داره. مثلا فرض کنید میخواین قد یک سری از افراد رو اندازه بگیرید، میگیم قد این آقا بلنده، قد بعدی کوتاهه، قد بعدی خیلی کوتاهه. اینا به صورت رتبه‌ای مرتب شدن و این نوع متغیر رو ما میگیم اوردینال. رتبه یک درجه از متغیر نامینالمون در واقع دقیق تر هست. اما متغیرهای کمیمون چه؟ متغیر کمی اولین نوعش فاصله ای هست. متغیرهای فاصله ای مثل همین متغیرهای رتبه‌ای هستن، فقط فاصله شون مشخصه. مثلا فرض کنید سن فرد، میگیم سن این آقا 28 ساله، سن اون آقا 26 ساله، فاصله شون 2 ساله. ضمناً این متغیر فاصلی دارای صفر مطلق نیست، یعنی مثلا سن یک فرد صفر معنی خاصی نمیده و دارای صفر نیست. اما متغیر فاصلی از رتبه‌ای دقیق تره. اما آخرین متغیر نسبی یا ریشیو که دقیق ترین و کامل ترین نوع متغیرها هست. در واقع شامل همه نوع متغیر به صورت مثلا عددی میشه. مثلا فرض کنید قد افراد که هم دارای فاصله هست، هم به صورت واحد اندازه‌گیری داره، هم صفر مطلق داره. اما متغیرهای کمیمون به دو نوع دیگه هم تقسیم میشن: پیوسته و گسسته. پیوسته و گسسته یعنی این که مثلا گسسته مثل این که مثلا شما در نظر تعداد گل‌های تیم بارسلون در یک بازی، یا مثلا 2 گل زده یا 3 گل زده اما هیچ وقت 2.5 گل نمیتونه بزنه. اما متغیر پیوسته چیه؟ باز هم همون قد افراد شما در نظر بگیرید. قد یک فرد رو اگه اندازه بگیریم 1.7 مثلا 1.75 هست، اما اگه دقیق تر اندازه بگیریم 1.751 هست، یا همینطور 1.75 مثلا 12 هست. پس کاملا پیوسته است و هر چی جلوتر میریم میتونیم اندازه بگیریم. اما چرا متغیرهامون رو به 4 دسته تقسیم کردیم؟ در واقع ما روش‌های آماری داریم که روش‌های آماری که موجود هست و برای آنالیز داده ها به کار می‌بریم به شدت وابسته به نوع متغیرهای مورد استفاده هست. مثلا فرض کنید ما اگه متغیر اسمی داشته باشیم، مثلا نام کشورهای بازیکن‌های تیم بارسلون رو نمیتونیم از این کشورها میانگین بگیریم. در نتیجه روشمون برای نسبی و اسمی با هم متفاوت است. شاید بعد اینجا مدش رو بگیریم. حالا جلوتر بریم توضیحات بیشتری خدمتتون عرض میکنیم. خب اندازه گرایش به مرکز، ما برای اینکه مرکز داده هامون رو مشخص کنیم از 3 تا متد استفاده میکنیم. یک مد میگیم مقداری که بیشترین تکرار رو داره. فرض کنید اگه همون کشورهای بازیکنهای تیم بارسلون در نظر 3 نفر از آرژانتینن، 1 نفر از برزیل، 1 نفر از هلند، 2 نفر هم مثلا از اوروگوئه هستن. خب مد اینها میشه مثلا آرژانتین، یعنی اون مقداری که بیشترین تکرار رو داره و 3 تا تکرار داریم ما اینجا. اما میانه چیه؟ مقدار میانی هنگامی که داده ها مرتب شده باشن. داده ها رو از کوچیک به بزرگ مرتب میکنیم و مقدار میانیش رو به دست میاریم. اگه تعداد داده ها فرد باشه مقدار میانی مشخصه، اما اگه تعداد داده ها زوج باشه دو مقدار وسط رو ازش میانگین میگیریم و میشه میانه. اما میانگین چیه؟ میانگین هم که خیلی آشنا هست برای همه، مجموع داده ها تقسیم بر تعداد داده ها. میانگین در واقع یه بالانس پوینت هست، یعنی یه نقطه ای که داده ها در اون نقطه بالانس میشن. خب از مد برای مثلا اندازه‌گیری گرایش به مرکز متغیرهای کاتگوریکال بیشتر استفاده میشه. اما میانه و میانگین چه فرقی میکنه؟ اگر ما در داده هامون داده پرتی داشته باشیم، فرض کنید مثلا ما 9 عدد داریم بین 1 تا 10، اما دهمین عدد 25 هست، از میانگین استفاده نمی کنیم. اینجا میانه رو گزارش میکنیم، بهتر هست، چون میانگین خیلی از اون مقدار پرتمون که بهش میگن اوتلایر تأثیر میپذیره. خب اینجا یه دونه مثال رو بررسی میکنیم. فرض کنید ما نمره 10 تا از دانش آموزا رو داریم.
بین 0 تا 100. اما میخوایم مقدار میانگینش رو بگیریم. همه رو با هم جمع میکنیم، تقسیم بر تعداد میکنیم. 270 تقسیم بر 10 میشه 27. اما مقدار مدیانش چیه؟ از کوچیک به بزرگ مرتب میکنیم که اینجا مرتب شده. مقدار وسط، اینجا تعدادشون زوج هست، 56 رو با هم جمع میکنیم، 20 و 25 رو با هم جمع میکنیم، تقسیم بر 2 میشه 22.5. اما مودش چیه؟ اون مقداری که بیشترین تکرار رو داره. متوجه میشیم سی مثلا اینجا 1 2 3 دفعه تکرار داره. بقیه اعداد مثلا 10 2 دفعه است، 15 2 دفعه است، میشه سی. اگه دقت کنید مقدار میانگین، میانه و مودشون تقریبا شبیه به هم هستن و یک عدد رو نشون میدن با یه ذره اختلاف. خب دومین اندازه که میخوام ببین تغییر پذیری یا وریبیلیتیه. برای وریبیلیتی هم باز 3 متد داریم، اما اولین متد رنج داده ها یا محدوده داده ها هست. محدوده بین مینیمم مقدار و ماکسیموم مقدار، یعنی میگیم داده هامون بین مین و ماکس پخش شدن. اما این یه مشکلی داره از استفاده از محدوده یا رنج داده، این که این به شدت وابسته به همون مقادیر اوتلایرمون هست. باز همون مثال قبلی رو عرض میکنم. فرض کنید 9 عدد داریم بین 1 تا 10 و عدد دهمی 25. خب محدودش میشه مثلا بین 1 تا 25، در صورتی که ما بیشتر داده هامون بین 1 تا 10، ولی این میبینید که از اوتلایر تأثیر میپذیره. اما دومین متدمون چارک ها یا اینترکوارتایل ها هست. توسط Q1 Q2 Q3 داده ها رو به 4 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. Q2 مون میشه همون مقدار مدیانمون، 50% داده ها در سمت راستش قرار گرفته و 50% داده ها در سمت چپش قرار گرفته. خب بعد دوباره این 50% داده ها رو تقسیم بر 2 میکنیم و 25% داده ها این طرف و 25% داده ها این طرف. این میشه Q3. سمت چپ هم همین عمل رو تکرار میکنیم Q1 و اینترکوارتایل رنج رو میگیم Q3 منهای Q1. در واقع این مقدار تغییر پذیری داده ها توسط این دو مقدار برامون مشخص میشن. این روش دیگه از در واقع ما اون اوتلایر ها رو حذف کردیم. یعنی اگر عدد 25 10 تا عدد داشتیم بین 1 تا 10، 9 تا عدد داشتیم بین 1 تا 10 و بعد عدد 25 داشتیم، 25 میاد جزو این مقدار میشه و حذف میشه. در نتیجه این روش دیگه از اوتلایر تاثیر نمیپذیره. یک مثال رو بررسی میکنیم. اینجا 12 تا عدد داریم. اولین کاری میکنیم میایم این عدد 6 و 7، چون مقدارش تعداد اعداد زوجه، مقدار 6 و 7 رو تقسیم بر 2 میکنیم 26. بعد اینو همین عمل رو براش تکرار میکنیم، 37 و 47 رو با هم جمع میکنیم و تقسیم بر 2 میکنیم میشه 42 و دوباره این عمل تکرار میشه. مقدار وریبیلیتی اون میشه 42 منهای 17. خب اما مشهورترین در واقع متد که برای اندازه‌گیری وریبیلیتی داده ها استفاده میکنیم واریانس داده ها هست. میگیم S2 مساویه با سیگمای متغیر رو منهای میانگینش میکنیم، یعنی تمام داده هامون رو مقدار منهای میانگینش میکنیم، بعد به توان 2 میرسونیم، مجموعش رو حساب میکنیم و سپس تقسیم بر تعداد داده ها منهای 1 میکنیم. اینو میگیم واریانس داده ها. هرچی واریانس داده ها بیشتر باشه، یعنی اونها نسبت به میانگینشون که ازش کم شده بیشتر پخش شدن. مثلا اگر داده ها 4 باشه واریانسش، یک سری از داده ها 4 باشه یک سری از داده ها 2، اون داده هایی که واریانس 2 دارن متمرکزتر نسبت به مرکز هستند، اما داده هایی که واریانسشون 4 پخشتر هستند نسبت به مرکز. اما واریانس یه اشکالی داره، این که واحد اون متغیر، واحد این x هست به توان 2. برای اینکه ما یک واحد داشته باشیم که دقیقاً همون واحد x باشه، از این یه رادیکال میگیریم، میشه انحراف معیار یا استاندارد دیوییشن. خب بریم زد اسکور چیه. اما وقتی یک سری از داده ها داریم، میخوایم ببینیم بعضی داده ها استثناء هستن یا خیر، یعنی مثلا نسبت به بقیه داده ها دورتر هستن یا نه. خب زد اسکور یک روش نرمال سازیه به همین راحتی. یعنی شما میاد داده هاتون میانگین رو کم میکنید و تقسیم بر استاندارد دیوییشن میکنیم و بعد این زد اسکور نشون میده که داده ای که داریم به میزان چه تعداد، چون آمدیم ازش x بار رو کم کردیم،
و تقسیم بر استاندارد دیوییشن کردیم، به میزان چه تعداد انحراف معیار بالا یا پایین مقدار میانگین قرار دارن. یعنی اگه زد اسکورتون مثبت باشه، مثلا مثبت 2 باشه، ما میگیم این دو تا استاندارد دیوییشن از میانگینمون فاصله داره. و اگه کوچکتر باشه هم همین، داده کوچکتر از میانگین است، یعنی به مقدار چند تعداد انحراف معیار از میانگین کوچکتره. اگه دادمون به صورت بل شیپ یا زنگوله‌ای شکل باشه، همیشه 68% داده ها بین زد اسکور 1 و منفی 1 هستند. 95% داده ها بین زد اسکور 2 و منفی 2 هستند. 99.7 داده ها بین زد اسکور منفی 3 و 3 هستند. پس اینجا میشه این نتیجه گرفت اگر زد اسکور داده هامون از منفی 3 کوچکتر باشه یا از 3 بزرگتر باشه، این داده دیگه داده نرمالی نیست و نسبت به بقیه داده ها استثناست. خب یه تعریف دیگه هم از اوتلایر یا داده دور افتاده بکنیم. البته من در خلال صحبتام به این اشاره کردم. خب اوتلایر داده ای می باشد که از بقیه داده ها فاصله دارد. اینجا رو نگاه کنید، این داده ها همه کنار همه در واقع خصوصیت رفتاری دارن، اما یک داده آمده دورتر افتاده. خب اگر تعداد این داده ها زیاد باشه، مقدار اوتلایر خیلی تأثیر روی این داده ها نداره، مثلا خیلی رو میانگینش تأثیر نداره، خیلی رو استاندارد دیوییشنش تأثیر نداره. اما اگر تعداد اینها کم باشه، این به شدت رو تمام این داده ها تأثیر گذاره. اما این اوتلایر از چی ناشی میشه؟ یک حالت ممکنه که این اوتلایر جزو طبیعت این داده هاتون باشه. در این حالت اگه بررسی کردید مسئله‌تون رو به این نتیجه رسیدید این اوتلایرتون در واقع جزو داده هاتون هست و قابل حذف نیست. ولی بعضی موقع ها اوتلایر از چی ناشی میشه؟ از خطای اندازه‌گیری ناشی میشه. مثلا شما یک پرسشنامه رو به یک دانش آموز دادید، این به صورت اتفاقی و رندوم حوصله نداشته یه طوری پرش کرده و باعث شده ما اوتلایر داشته باشیم. اگه ناشی از خطای اندازه‌گیری باشه، میشه تو روش‌های آماری اوتلایر رو حذف کرد. خب یه مثال بزنیم. مثلا فرض کنید ما میخوایم تعداد گل‌های پرسپولیس به استقلال در 10 بازی اخیر رو داشته باشیم. یعنی ما 10 تا بازی رو در نظر گرفتیم، بازی مثلا آخر 4 گل زده، یکی مونده به آخر 1 گل زده و همینطور پایین. خب میخوایم ببینیم که میانگینش چقدر هست. خیلی راحت، ما 10 بازی داریم، 11 گل پرسپولیس زده، 11 تقسیم بر 10 میشه 1.1. اما برای اینکه استاندارد دیوییشن و واریانس رو حساب کنیم، اول x رو منهای x بار میکنیم، یعنی هر x رو از میانگینش کم میکنیم، از 1.1. 4 منهای 1.1 2.9 و به همین ترتیب تا انتها. چون آمدیم داده ها رو از مقدار میانگینش کم کردیم، بعضیا مثبت شده و بعضیا منفی، در نتیجه توتال مقدار مجموعش مطمئنا 0 خواهد شد. خب حالا این مقدار رو به توان 2 رسوندیم در اینجا و بعد مجموعش رو حساب کردیم، توتال شده 18.9. برای واریانس مجموع این محاسباتمون تقسیم بر n منهای 1 10 منهای 1 9 میشه 2.1. اما اگر بخوایم این هست گل به توان 2 واحدش، اما اگر بخوایم تعداد گل ها رو بر اساس واحد گل حساب کنیم، ببخشید استاندارد دیوییشن رو میایم S2 رو یه رادیکال میگیریم، میشه گفت که پرسپولیس تو هر بازی به صورت میانگین 1.1 گل زده با انحراف معیار 1.45. اما زد اسکور چجوری حساب بکنیم؟ زد اسکور گفت عرض کردم یه نرمال سازی از x منهای x بار وقتی به دست آوریم تقسیم بر استاندارد دیوییشن میکنیم، به دست میاد 2.9 تقسیم بر 1.45 میشه 2. اینا رو همینطوری محاسبه میکنیم. چون نرمال کردیم داده هامونو، مقدار میانگینش 0 هست. همونگونه که مشاهده میکنیم وقتی پرسپولیس 4 گل به استقلال زده، زد اسکورمون شده 2. این یعنی این که استقلال تو هر بازی عادت داشته 1-2 تا گل میخورده، اما اینجا 4 تا که خورده براش خیلی عجیب بوده و زد اسکورمون بالا هست. حالا فرض کنید اگه اون بازی 6 تایی رو حساب کنیم، زد اسکور چقدر بالا خواهد رفت. خب به اسلاید بعدی میریم. خب رسیدیم به بحث احتمال، اما یه سری تعاریف اولیه ارائه میکنم بعد جلو میریم. اول آزمایش تصادفی رو براتون تعریف میکنم. آزمایش تصادفی چیه؟ نتیجه آن غیر قابل پیش بینی است و مجموعی از ایندیپندنت تریال ها می باشد، یعنی تریال های مستقل.
مثلا براتون یه مثال بزنم. فرض کنین ما میخوایم سکه رو پرتاب کنیم، میخوایم این کار رو 3 بار انجام بدیم، یعنی 3 بار سکه رو پرتاب کنیم. این 3 بار پرتاب سکه میشه آزمایش تصادفی نهاییمون. اما هر ایندیپندنت تریالمون چیه؟ هر دفعه پرتاب سکه رو میگیم یک ایندیپندنت تریال. خب فضای نمونهمون چی است؟ مجموع تمام نتایج حاصل از آزمایش، یعنی مجموع تمام اوتکامامون میشه فضای نمونه. فرض کنید 3 بار پرتاب سکه کردیم، احتمالاً 8 نتیجه خواهیم داشت و مجموع تمام نتایج رو میگیم فضای نمونه. اما رخداد چیه؟ هر نوع زیر مجموعه از فضای نمونه، یعنی زیر مجموعه یه عضوی، دو عضوی یا n عضوی، اینو میگیم رخداد. اما احتمال رخداد چگونه محاسبه میشه؟ میگیم که احتمال رخداد توسط تعداد تکرارهای آن رخداد در یک آزمایش مشخص میشه. یعنی ببینید تو یک آزمایش که مثلا شامل 8 تا اوتکامه، چند دفعه پی تکرار شده، احتمالش میشه تعداد تکرارها به کل فضای نمونهمون، تعداد نتایجمون. اما دو تا اصل مهم: همیشه احتمال یک رخداد بین 0 و 1 و احتمال مجموع احتمال های رخداد مساوی 1 خواهد شد. خب بریم یه مثال بررسی کنیم توسط دیاگرام درختی. فرض کنیم مثالمون هست 3 بار پرتاب سکه. همونطور که عرض کردم تو اسلاید قبلی، هر بار پرتاب سکه یک ایندیپندنت تریالمون هست. آزمایشمون مجموع ایندیپندنت تریال هامون هست که میشه 3 بار پرتاب سکه. خب این دیاگرامی که مشاهده میکنید دیاگرام درختی است و وقتی مسئله هامون کوچیک باشه و فضای در واقع نمونهش کوچیک باشه، میشه از این دیاگرام برای بررسی احتمالات در واقع استفاده کرد. خب این همون شیر یا خط خودمون هست. حالا من انگلیسیشو نوشتم هد یا تیل که همون شیر یا خط خودمون است. وقتی که میخوایم سکه رو برای اولین بار پرتاب میکنیم، احتمال 5 دهم هست که هد بیاد و 5 دهم هست که تیل بیاد. اما وقتی دفعه دوم اینو پرتاب میکنیم، فرض کنید دفعه اول هد آمد، باز هم 5 دهم ممکنه هد بیاد و 5 دهم ممکنه تیل بیاد. و برای بار سوم که این کار رو انجام میدیم، میبینید که این احتمال ها دوباره تکرار شده. اگه دقت کنید تو هر قسمت مجموع احتمال هامون 1 هست و احتمالمون بین 0 تا 1 هست. خب حالا میخوایم ببینیم سمپل اسپیسمون یا فضای نمونهمون چی هست و چند عضو داره. اول آمده هاش هاش هاش، بعد هاش هاش تی، بعد هاش تی هاش. پس مجموع تمام احتمال ها، تمام نتایجمون میشه فضای نمونه. حالا بیایم یه رخداد تعریف کنیم. بگیم آقا رخداد میخوام حداقل 2 تا هاش باشه، یعنی تو نتایجمون این رخدادمون زیر مجموعی از فضای نمونه است که 4 عضو داره. حالا میبینیم اعضاشو بررسی کنیم. حداقل 2 هاش ببینیم چند عضو داره. اینجا 3 هاشه، این 1 عضومون میشه. اینجا حداقل 2 هاش هست، اینم 1 عضومون میشه 2 عضو. اینجا هم حداقل 2 هاش هست، میشه 3 عضو. اما اینجا فقط 1 هاشه، پس این جزو اعضامون نمیشه. اینجا هست 2 هاش، این هم میشه 1 عضومون. دیگه این تکرار نشده، پس ما 4 عضو داریم. پس احتمالش میشه 4 تقسیم، یعنی تعداد تکرارهای رخ داد 4 تقسیم بر کل فضای نمونه که میشه 4 تقسیم بر 8 مساوی 5 دهم. اما بیایم ببینیم که احتمال یک نتیجه چی هست. احتمال یک نتیجه همیشه از ضرب این مقادیر حاصل میشه، یعنی 5 دهم ضرب در 5 دهم ضرب در 5 دهم میشه 0.125. اما احتمال رخ داد از مجموع این احتمال ها ناشی میشه، یعنی اینجا میایم احتمال ها رو با هم جمع میکنیم. حالا برای اینکه استراحتی هم کرده باشین یه چیز جالب بگم. اینا رو میگن ایندیپندنت تریال. یعنی چی؟ یعنی اینکه پرتاب سکه بعدیمون به پرتاب سکه قبلیمون هیچ ربطی نداره و این نتیجهش مستقل از نتیجه اینه. توی کازینوها میان چی کار میکنن؟ در واقع همیشه کازینو برنده است. در واقع این یکی از عواملی هست که مردم عادی نمیدونن، یعنی متوجه نیستن که رخداد بعدی به رخداد قبلی ربطی نداره. فرض کنید ما یک سکه رو داریم، 10 بار شیر آمده این سکه.
خب میگیم پس احتمال این که دفعه 11 خط بیاد خیلی زیاده، در صورتی که این همون اشتباهیه که مردم در واقع دوچارشن. اگر ما 10 بار شیر آمده باشه، احتمال این که دفعه 10 شیر آمده باشه خیلی خیلی کمه که شما 9 تا شیر داشته باشی، یعنی احتمال 10مین شیر پشت سر هم خیلی کم، ولی احتمال 11 که شیر بیاد باز همون 1/2 و هیچ فرقی نمیکنه، یعنی این به قبلی وابسته نیست و این کازینو ازش استفاده میکنه. خب بریم سراغ احتمال توأم و غیر شرطی یا حاشیه‌ای. احتمال توأم رو میگن joint probability، احتمال غیر شرطی رو میگن marginal probability. من ترجیح میدم به جای غیر شرطی از همون واژه انگلیسیش، یعنی ترجمه دقیق واژه انگلیسی که از حاشیه‌ای میاد، یعنی احتمال حاشیه‌ای استفاده کنم. یه مثال میزنیم. سرگرمی در ساحل. ما یه ساحل داریم، یک سری هم مرد و زن داخل این ساحل که بعضیاشون دارن رستینگ میکنن، استراحت میکنن، بعضیا پلیینگ میکنن، بازی میکنن، اما بعضیا شنا میکنن. خب تعداد مردهامون کلا 51 نفره، تعداد زنهامون 62 نفره، اما مستقل از اینا کسایی که دارن استراحت میکنن اهم از مرد و زن 79 نفر، کسایی که دارن بازی میکنن اهم از مرد و زن 20 نفر و کسایی که دارن شنا میکنن اهم از مرد و زن 14 نفر هستن. خب حالا بیایم احتمالات رو بررسی کنیم. میگیم کسایی که دارن مرد هستن و دارن استراحت میکنن 34/113، یعنی مجموع مرد و زن ها و اونایی که دارن از مردها استراحت میکنن میشه 34/113، 0.301. کسایی که بازی میکنن 12/113 و کسایی که دارن سویمینگ میکنن از مردها 5/113، 0.04 هست و تعداد کل مردها 51 نفر تقسیم بر 113 میشه 51 تقسیم بر 113 میشه 0.451. خب این روند برای خانم هم هست و اینجا مشخص هست. خب حالا ببینیم مارجینال پروبابیلیتی چیه. یعنی حاشیه. در حاشیه جدول یک سری اعداد داریم که اینها تعداد کل مردها هستن، اینجا هم تعداد کل زنها هستن، اما احتمال این که در این ساحل احتمال مرد بودن هست 51/113 یا 0.45، احتمال زن بودن 0.54. اینو میگیم احتمال حاشیه‌ای، کاملا در حاشیه جدول هستن. احتمال افرادی که دارن استراحت میکنن 0.7، احتمال افرادی که اهم از زن و مرد دارن بازی میکنن 0.17 است. و حالا یک قوانین جالبی هم هست. احتمال افرادی که میل هستند و دارن رست میکنن به علاوه افرادی که میل هستند به علاوه دارن پلی میکنن به علاوه احتمال افرادی که میل هستن و سویمینگ دارن انجام میشن مساویه با همین 0.45. در واقع احتمال توأم، اینو میگیم احتمال توأم، یعنی توأمان دو متغیر با هم و نتیجهشو در نظر میگیریم، اینو میگن joint probability. خب پس احتمال حاشیه‌ای یا غیر شرطی مجموع احتمالات توأم در این سطر است. این برای اینم برقراره، اما برعکس ستونی هم برقراره، یعنی افرادی که میل هستن و دارن رست میکنن احتمالشون به علاوه افرادی که فیمیل هستن و دارن رست میکنن مساویه با احتمال افرادی که دارن رست میکنن 0.69. خب این یه مثال بود. حالا براتون تعریفشو بگم. احتمال توأم میگه احتمال اشتراک نتیجه متغیرها، یعنی پی میل پلیینگ هست 0.10. احتمال حاشیه‌ای چیه؟ احتمال نتایج برای هر متغیر به صورت جداگانه. میگیم پی فیمیل بودن چنده؟ میگیم 0.54. خب طبق اون حرفی که تو اسلاید قبلی زدم احتمال غیر شرطی با توجه به احتمال توأم قابل محاسبه این باشد، یعنی 0.45 مجموع این سه تا هست یا 0.7 مجموع این دوتا هست. ولی عکس این مطلب صحیح نیست، یعنی این 0.14 نمیتونیم از این به دست بیاریم بدون در نظر گرفتن فرضیه غیر از این جدول. خب بریم سراغ احتمال شرطی. احتمال شرطی احتمال رخدادی به شرط انجام رخداد دیگری می باشد، یعنی میگیم پی آ به شرط ب
میشه پی آ اند ب به روی پی ب. میگیم پی آ به شرط ب. وقتی شرط ب رو داریم حتما شرط ب اینجا خواهد بود، چون داریم به شرط اون در واقع این احتمال آ رو به شرط ب اندازه میگیریم. پی ب اینجا هست و احتمال توأمشون یعنی joint probability هم بالا هست. حالا میشه گفت که پی آ اند ب میشه پی آ به شرط ب ضرب در پی ب. خب بریم مثالش رو حل کنیم. میگیم پی رستینگ به شرط میل بودن، یعنی پی استراحت کردن اگر طرف مذکر باشه یا مرد باشه چی هست؟ میگیم هست پی رستینگ اند میل به روی پی میل. این احتمال توأمشه تقسیم بر احتمال حاشیه‌ای. طبق اون جدول قبلی احتمال توأم رست اند میل بودن 0.301، پی میل بودن 0.451. پس احتمال شرطی پی رست به شرط میل بودن 0.66. بقیه مقادیر هم براتون اینجا محاسبه کردم. پی رستینگ به میل میشه 0.66، پی پلیینگ به میل میشه 0.235، پی سویمینگ به میل میشه 1. یعنی شرط این که این ستا به علاوه هم میشن 1، باز مقدار توتالشون 1 میشه. برای فیمیل هم همین برقراره. اما بیایم حالا عکس اینو حساب کنیم. یعنی اون موقع آمدیم پی رست به شرط میل رو حساب کردیم، حالا بیایم مثلا پی میل به شرط رست. حالا من یه مثال دیگه براتون میزنم. پی فیمیل به شرط پلیینگ چیه؟ باز میشه احتمال توأمشون پی فیمیل اند پلیینگ به روی پی پلیینگ. طبق اون جدول قبلی پی فیمیل اند پلیینگ میشه 0.07 تقسیم بر پی پلیینگ 0.17 میشه 0.40. این جدول رو دوباره براتون تهیه کردم. این جدول هست پی مثلا میل به شرط رستینگ هست 0.43. اینجا دقت کنید پی رستینگ به شرط میل که عکس این بود 0.66 بود و پی پلیینگ به شرط میل پی سویمینگ. اما اگر داشته باشیم پی میل به شرط رستینگ به علاوه پی فیمیل به شرط رستینگ 1 خواهد بود این احتمالتون. خب اما رخدادهای مستقل چیه؟ نتیجه یک رخداد بر روی نتیجه رخداد بعدی تأثیر نمیگذارد. یعنی پی آ اند ب میشه پی آ نقطه پی ب. اگر دو رخداد مستقل باشن این قاعده برقراره. مثلا اگه این احتمالمون رو داشته باشیم باید اگر این دو رخداد از هم مستقل باشن پی میل احتمال جوینتشه دیگه، یعنی احتمال جوینت پراببلیتی مساویه با احتمال حاشیه‌ای آ نقطه احتمال حاشیه‌ای ب. احتمال توأم میل و رستینگ که 0.301 باید مساوی باشه با احتمال حاشیه‌ای رستینگ 0.699 ضرب در احتمال حاشیه‌ای میل 0.451 که این رابطه برقرار نیست برای این جدول و اینها از هم مستقل نیستند. خب به یکی از معروفترین قواعد رسیدیم، تئوری بایس یا قاعده بایس، و این قاعده به شدت توی ماشین لرنینگ کاربرد داره و خیلی از تئوری های ماشین لرنینگ بر اساس این قاعده بایس. شاید من تمام این آمار احتمال رو برای این قاعده بایس گفتم براتون. بایس یه آدمی بود اومد یه فرمولی رو کشف کرد که خدا رو اثبات کنه، اما بعد از این فرمول رسید به اینجا و ازش استفاده های خیلی زیادی شد. خب اول ما یک جدول داشتیم که احتمال توأم و حاشیه‌ای متغیرها رو لیست کرده بود، اینو براتون گذاشتم. یک جدول کاندیشنال پروبابیلیتی داشتیم، احتمال شرطی داشتیم و عکس اونم داشتیم. یعنی مثلا اگه اینجا بود پی رستینگ به شرط میل، اینجا هست پی میل به شرط رستینگ که اینجا مشاهده میکنیم. میام از دیاگرام درختی همین مثال سرگرمی در ساحلمون رو بررسی میکنیم. چگونه؟ میگیم که پی میل و فیمیل بودن چیه؟ پی میل و فیمیل بودن یعنی پی حاشیه‌ای میل هست 0.45 از این جدول، پی فیمیل بودن هست 0.54، مجموعشون هم 1 هست. خب اما میایم میگیم پی رست به شرط میل بودن چقدر هست؟ پی رست به شرط میل بودن 0.66، پی پلیینگ به شرط میل بودن یعنی اگه میل باشی و رست کنی، یعنی افرادی که رست میکنن به شرط که میل باشن. خب اینم طبق این جدول نوشتم. پی میل
پی پلیینگ به شرط میل بودن از روی این جدول 0.23. پی سویمینگ به شرط میل بودن 0.09. اینا هم از رو همین جدول از این سطر پایین براتون نوشتم. احتمال اینها هم 1 هست. طبق اون قاعده‌ای گفتم برای هر اوتکام نتیجه ضرب اینا هست، یعنی 0.66 در 0.45 میشه 0.3. همه رو ضرب کردیم به یه احتمالاتی رسیدیم. اولی هست احتمال حاشیه‌ایمون، از این استفاده کردیم. دومی احتمال شرطیمون هست، از این جدول استفاده کردیم. اما آخری احتمال توأممون هست که اینجا لیست شده. 0.3، 0.1، 0.04، 0.39، 0.07 و 0.08. اینا احتمال توأممون به دست آمونه. پس شد طبق اون قاعده ای که من برای توی اسلاید کاندیشنال پروبابیلیتی یا همون احتمال شرطی خدمتون عرض کردم، احتمال توأم پی آ ان ب میشه پی آ به شرط ب ضرب در پی ب. اینو از اون نتیجه گرفتیم. خب حالا بیایم برعکسش رو حساب کنیم. بگیم اول احتمال حاشیه‌ای مثلا رست کردن، پلی کردن و سویمینگ کردن رو انجام بدیم. مثلا میگیم احتمال حاشیه‌ای 0.699، 0.17 پلیینگ و 0.12 سویمینگ. باز اینها مجموعش برابر 1. اما پی میل بودن به شرط رست کردن رو از تو این جدول به دست میاریم، میشه 0.43. پی فیمیل بودن به شرط رست کردن رو از تو این جدول به دست میاریم، میشه 0.57. و از ستونهای بعدی هم بهره میگیریم و این دیاگرام رو کامل میکنیم. اما 0.69 ضرب در 0.43 احتمال اوتکاممون یا نتیجهمون از ضرب این دوتا حاصل میشه، میشه 0.3. همونطور که مشاهده کردید این احتمال حاشیه‌ایمون هست که اینجا هست، این احتمال شرطیمون هست که تو این جدول لیست شده و احتمال توأممون باز برمیگردیم به همینجا، به این جدول. خب اینجا چی بود؟ اینجا بود پی میل به شرط رست ضرب در پی رست میشه 0.3. اما اینجا چی بود؟ بود پی رست ضرب در پی رست به شرط میل ضرب در پی میل. دقت کردید برعکس شد، یعنی اول میگیم پی رست به شرط میل ضرب در پی میلمون میشه 0.3. اما اینجا میگیم پی میل به شرط رست ضرب در پی رستمون میشه 0.3. میبینید که احتمال توأمشون با هم برابر شده. در واقع به این نتیجه میرسیم که پی رست به شرط میل بودن ضرب در پی میل بودن برابره با پی میل به شرط رست نقطه پی رست. خب این قاعده بایاس آمدم تو صفحه بعد براتون کامل عرض کردم. میگیم پی آ ان ب، این همون ستونهای آخر در واقع دیاگرام درختیمون هست. در هر دوتا پی آ ان ب با هم مساوی بود، اما توی درخت اولی بود پی آ به شرط ب نقطه پی ب، تو دومی بود پی ب به شرط آ نقطه پی آ. خب وقتی این تا با هم مساویان این دو با هم مساوی میشن، پس میشه پی آ به شرط ب مساوی پی بی به شرط آ نقطه پی آ به روی پی ب. این قضیه یا تئوری بسیار مهم بایس هستش. اما یک نکته آخری که اشاره کنم قبل از اینکه این ویدیو رو به پایان برسونم، این که پی ب به دست میاد. من تو اسلایدهای قبلی گفتم که پی ب احتمال حاشیه‌ای میشه از احتمال شرطی نقطه پی ب به شرط مثلا فرض کنید پی فیمیل رو داریم، بعد میگیم پی فیمیل به شرط اکتیویتی های مختلف نقطه پی اون اکتیویتی. اینجا براتون یه مثال زدم، پی فیمیل در واقع این پی ب به دست میاد. پی فیمیل میشه پی فیمیل به شرط رستینگ نقطه پی رستینگ، این یه اکتیویتی. پی فیمیل به شرط پلیینگ نقطه پی پلیینگ به علاوه پی فیمیل به شرط سویمینگ نقطه پی سویمینگ. خب اینو به دست آوردیم، شده همون احتمال حاشیه‌ای فیمیلمون. خب این ویدیو دیگه تا همینجا کافیه. انشالله تو ویدیوهای بعدی متغیر تصادفی رو خواهم گفت و توابع توزیع احتمال مهم و روش‌های یادگیری. با تشکر از توجه.